ظرف‌های دا که آب میگیرن سرپوشه ندارن مثل انمون هستند. آب بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتواند. زنی که حیا ندارد، زنی که ستر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پوشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی ستر نظر میکند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی ستر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنت جام کند. میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنند که این سطر از ایرانی ها هست، این سطر از افغان هاست، این نه از ایرانی است نه از افغان هاست، این نه ساخته ملا هست نه ایشان است نه شیخ است، این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای مهیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با ستر گردد، پشیمان شو که چرا خواهری من بی ستر است. این ده پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله زبان تو بریده میکند.